ولی واقعا مونا همه چی که اونجوری که فکر میکنی نیست. من اونجوری فکر میکنم که تو با بابای صمیمی‌ترین دوستت ریختی رو هم. غیر از اینه؟ اشتباه فکر میکنم؟ آخه تو از حال من و اوضاع زندگیم چی میفهمی؟ واقعا فکر میکنی همه چی تو زندگی من مرتبه؟ همه چی درست بوده که من اینجا هم تصمیم درست رو بگیرم؟ من نمیخوام فاز نصیحت بگیرم، ولی وقتی میبینی اونی که دنبالشی سر سفره که نشسته نمیخواد پاشه، چرا بی خیالش نمیشی؟ ته تهش این که زندگیشو ول نمیکنه تو رو بچسبه. این تویی که میمونی پشت در. خیلی احمقم. فکر میکردم تنها کسی که ممکنه به حرفای من گوش بده تویی. فکر میکردم حرفامو گوش میکنی بعدم قضاوتم. گوش میدم ولی نمیتونم بهت حق بدم، ببخشید. چون فکر میکنم آدم‌ها باید یه حد و حدودی برای خودشون قائل باشن تو زندگیشون.